اینا برادرها و خواهر عزیز مرحمت، اینا یک کوی احد یکی غزواتی که بین مسلمان‌ها و مشرکا شده بود، این مکه احد میگن. این مزار الشهدا، امیر الشهدا حمزه رضی الله عنه خدای راضی باشد، در همین جای با 70 صحابه دیگر در همین مکان خوابیدن. شهیدا که قرآن را میگن که فقط زنده هستند، در همین جای هستند. بعدی همین مقبره اگر بینید با که بالاش آدم‌ها انا بالا هم کرده صحابه هایی بودن که همواره رو باید چیکار میکردن، نگاه میکردن صحابه هایی که پای اونده بودن. همینجا در یکم شکستی که خوردگی مسلمانانی که بسیار شهید شدگی این نکنه. خدا انشاءالله به حرمت شهدایی که در همینجا هستند، پروردگارم همه ما را برادر و مسلمانان را در پناه حفظ از بلاها، از مرگ مفاجع، از بی ایمانی. پروردگارم فرزندهای ما را نگه دار. پروردگارم همه تاجیکایی که در جایی که دنیا نباشند، پروردگارم و کارهاشون موفقیت، برکت، علم، عمل عطا بفرما یا رب العالمین. گذشتگاه ما را طریق جنت بگردان. وطن دوست داشته ما را در پناه حفظ کن. پیشوای ملت ما را در پناه حفظ کن یا رب العالمین. پروردگار ما بنده‌های ضعیف تو هستیم و به رحمت تو محتاج هستیم. رحمتت را بر ما نازل بگردان. ما را از این دنیا با ایمان کامل بگیر و ما را از آدم‌های شهید شده بکن یا رب العالمین. پروردگارم تو بر هر یک چیز قادر هستی. ما بنده‌های ضعیف تو هستیم که حاضر این نوا رو میبینیم و میشنویم. امید داریم به رحمت تو، امید داریم که گناه‌های ما را تو از برای این شهدا میبخشی و ما را از آدم‌های بیش میگردانی. پروردگار ما را و فرزندهای ما را، پدر و مادر و همه خویش و توارهای ما را پروردگار هدایت کن. گذشتگاه ما را طریق جنت بگردان یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین.